سلام و درود، خوش اومد به گیم پلی از یه بازی خفن به اسم The Break In. به معنی دزدکی وارد شدن. از روی کاور بازی هم معلومه که ما یک سری دزد هستیم ولی خب واقعا یه چیز خیلی جالبی که اول بازی دیدم منوی تنظیمات گیمه که این شکلیه. فاکینگ مادم موزیک بازی رو قطع کنم، پشمام ریخت. خیلی باحاله و اولش که کارو در آورد، حالا ببین ادامهش چی بشی. اوی توپ نداری بسکتبال بزنی؟ چرا وای خداست. از لحاظ گرافیکی یه چیز مایه همون لانگ درایوه ولی اه. اینجوری نه. آلتو آها چیز پر میکنه. ای دهنت سرویس. چقدر سخته. بالا ببینیم چه خبره سید. برو با کیو جامپ بپرین. ایوه قشنگ نگاه این لانگ درایوه. این چیه کردیتس؟ ایوه سازنده های بازی هم اینجوری نوشتن. نایس. و اونجایی که میخوایم بریم دوزی میدونه اینا برداریم. خیلی باحاله، هرچی بخوایی میتونیم اینجا برداریم. اینو نگاه کن، اسباب بازی تخت. برو. نرفت. خب مرسی. چرا میندازی؟ نشه با خودمون ببریم برای دوزی. What the fuck، این هم میشه بلند کرد. بنده پایین. What the fuck، توالت فرنگی و صندلی و کوکی بده داداش. ایت خورد. ریدم. بده همه رو بده بخوریم. بعد اینا پنکیک هم داره. پنکیک این؟ پنکیک نیست. با نمیخورد کنم پنکیک نبود. اینا چیه؟ صنایع دستی. نام صنایع پایی. نمک های فراوان. و اینا چه؟ دارت. یس دارت نایس. برو. ریدم دهنت. بعد بقیهش هم ریخته ایوه. خالی. به همگی خالی. ایوه این همون گازه نیستش که با اسفنجی روش همبرگر درست میکنه. خب این از فاکینگ منوی بازی بود. پشمام ریخت. این چیه؟ میتونم خودم رو اینجا کاستومایز. هولی شت. ای منم الان. وای کلا نمیخوام. هودی بده و شلوارک و هودی منطقیه. رنگش هم خوبه. کفش و یک عدد عینک بده که ما رو نشناسن. دودی نداری عینک دودی؟ پس عینک رو بخیال. ریش هم میشه گذاشت؟ نه ریش نمیخوام. کلاه هم که نمیخواد دیگه. او زنم میشه شد. نایس. ایول همین مرد خوب. الان منکراتی میشه آپارت میگیر بدم. ایول شلوارک بود و کفش و بریم هدست.
خب no money. Are you kidding me؟ پولیه اینا؟ به دهن تو. اوه مولتی پلیر هم داره مگه؟ پشما. احتمال زیاد یه گیم پلیر هم با بچه ها ازش بگیریم. اینم که دوچرخه زیبای وای منوش خداست. Gold is still a marked large item. Put this on your head. بدم اینو چی الان گذاشتم به صورتم؟ اوه از این کلاه هاست که فلش لایت روشه. و الان ما اینو رفتیم بالا باید چیکار کنیم؟ میرسم اون رو. اوه باید برم رو این شاخه. اوکی. اوکی بله نایس. شاهین صدا پای منه که نمیشنوی این بالا. اوکی اومدیم اینجا. بقیهش چی؟ راه ورودیش کو؟ الو لاکت بالا هم که رای. اوه چاکرم میشه مخلصم من ره گذرم. میشه بشکونم برم تو؟ هیچی نوشته. در بازه که دهنت سرویس فواز چی گفتی برم بالا. اوکی put this on your head. چیه بده این که داد بهمون که check item grab. چی هستین؟ 500,000 دلار قیمت این الان. ای کنترل تلویزیون نمیخوام میشه بگس. نایس آیتما رو میشه این تو گذاشت دیگه. ای آه. مرسی که احمقی من نمیای. میشه بازی کرده یا این چیه؟ دقیقه وایسا اینم بردارم. میشه که برداشت. دیتچ تیمز یعنی چی دیتچ تیمز؟ داپش داپش وا اوکی اوکی با این باید دیتچش میکرد. با کیف بنده تو کیف وضعیتیه یعنی رفته تو این کیفه مثلا. ای چند فیت اونجا نمیشه منطقیه واقعا. اینم جا نمیشد بس ساعته رو بده. چرا گاف صندوقه مثل بز صدا میده؟ فک 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 خدافز. یه ساعت من اونجا بودم چرا من ندید؟ آچاره رو بذار نبینی یا برو تو بابا. آچاره رو کجا پرت کردم؟ این چیه دیگه؟ یه کوچولو انگار گیم پیچیده تر از اونیه که فکر میکردم. با این میشه کون تو کله این. آره
تمام سیف ایزی. لاک پیکه نایس نایس نایس. لاک یس. چقدر دکمهاش عجیب غریب بود. چکش هم اینجا بود، با چکش هم میتونستیم بشکنیم. خوبی محسن؟ دمت گرم. یکم زیادی بیخیالی. The fuck. کله یه چجوری کنده شد؟ اینه کلش. اینم میشه باز کرد. خوبه. کجا بود لاک پیکه؟ آنلاک نمیشه کرد. چرا؟ باز بود اصلا و دری بود به روی بیرون روی بیرون به رو به بیرون. ایول. بعد بریم آقا سیف رو بردار فرار کنیم. استیل مارک لارج آیتم. مگه آیتمی مارک نکرده بود اصلا؟ چی میخواد؟ چیه؟ احیانا تین موشکه چی؟ این دیواره مشکوکه. میدونم شاید بهش پایین ترکونش. و مثل اینکه قوه تخیل من جواب نداد. اینو ببرم؟ چیو ببرم داداش؟ نمیدونم کدوم آیتمو میگه. به اینا که مارک نشده. اینجا هم که خبری نیست. و جریان چیست؟ در اصلا نساختن این برنامه چه رفت. Stick these to things. Stick what to what. Detach things. این بمبه یه داستانی داره. ها میبینی؟ چه وصلیت به این ور اونور. حالا به کجا باید وصل کنم اون نمیدونم متاسفم. خب چه اتفاقی افتاد الان؟ اوکی alright that's fine اوکی. آقا راستی دم و دستگاه دریک هم که دو رفت و به تسلیت میگم به همسر گرامیش. واقعا انشالله که خیر. آقا اینم از این. من نمیدونم واقعا باید چیو بردارم. اه چه جالب. من تو مایک حرف میزنم. آره هلو. الان اون پایین یه لحظه چیز افتاد و عکس میکرو عکس بلندگوه انگار که مثلا آها نه سرصدای کاراکتر. اوکی فکر کردم سرصدای میکروفون منو داره میگیره. ای ولی آقا دمتون گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید و اینم بود از اینو. اگه خوشتون اومد در ویدیو حتما لایکش کنید و کانال فالو کنید و کامنت بذارید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.